به تازگی گوگوش، خواننده پرآوازه ایرانی، در یک اقدام جنجالی و البته عجیب تیکه‌های کلوفتی رو حواله ابی و همسرش مشید کرده و اونها رو در میون اون جمعیت بیشمار کنسرتش تحقیر و مسخره کرده. اما ماجرا چیه و اون به ابی و مهشید چی گفته و دلیل این حرفش چی بوده که این چنین موجب جنجال در فضای مجازی شده؟ در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. اما قبل از ادامه، اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. اول گریزی بزنیم به سالهای دورتر. سال 1371 بخشی از مصاحبه با شهرام شپره رو مشاهده می‌کنیم. اینجا ابی تازه 41 سالشه و توی این مصاحبه میگه تا 3-4 سال دیگه بیشتر دلش نمیخواد بخونه. یعنی حداکثر تا 45 سالگی. بیشتر از 3-4 سال دیگه فکر نمی‌کنم دلم بخواد بخونم. خب برنامه‌ای که خودم از 2-3 سال پیش گذاشتم، سال 45 سال. و ما میدونیم که اون اتفاقی که ابی در ویدیوی قبلی گفت نیفتاد. البته خوبه که در اون زمان نیفتاد، چون ما شاهد کنسرت‌ها و آهنگ‌های خیلی خوبی از ابی بعد از اون سال بودیم. میریم تا سال 1385 و مصاحبه با علیرضا امیرقاسمی. درست 16 سال بعد در 57 سالگی ابی دوباره اعلام میکنه قصد خداحافظی داره تا چند سال آینده. ابی اینجا گفت که تا 2 سال دیگه خداحافظی میکنم و قصدش به اتمام رسوندن تقریباً در 60 سالگی بوده. 2 سال دیگه آلبوم آخر من اجرا میکنم و یک تور خداحافظی مثل یه دوستان، ولی واقعا خداحافظی جدیه. خب حالا با هم بیایم کمی از اون دو ویدیوی قبلی فاصله بگیریم. یعنی نه خداحافظی در 45 سالگی و نه خداحافظی در 60 سالگی رو در رزومه خداحافظی ابی عزیز حساب نکنیم و اصلا فراموش کنیم که چنین مصاحبه هایی بوده و مستقیم بریم سراغ اتفاق جنجالی این روزهای فضای مجازی. خانم گوگوش به تازگی و پس از جداییش از رها اعتمادی کنسرت هایی رو با عنوان تور خداحافظی برگزار میکنه. گویا قصد داره از صحنه اجرای زنده خداحافظی کنه و به گفته خودش قصد داره در هر کشور تنها یک اجرا داشته باشه. احتمالاً این روزها همتون باید این ویدیویی به شدت وایرال شده از خانم گوگوش رو در جدیدترین کنسرتشون در تورنتو و با حضور 188,000 نفر رو دیده باشید. جایی که انتقادی به همکارشون آقای ابی میکنن. روشون هم نمیشه. قربونت برم ابی جون. 8 سال داره خداحافظی میکنه. الهی تا اون جایی که مهشید ازش میکشید بخواد. بیایید همه این حرفا رو کنار بذاریم و فقط به اون 8 سالی که گوگوش گفت بپردازیم. بله، دقیقاً 8 سال. حوالی سال 2017 و بالاخره یک تصمیم جدی و اعلام جهانی تور خداحافظی توسط ابی. درست 8 سال پیش در 67 سالگی آقای صدا و دقیقاً شروع کنسرت‌ها و تورهای بزرگ با نام تور خداحافظی. خب معلوم بود که تیم ابی خیلی خوب خودشون رو برای این خداحافظی آماده کرده بودن. تبلیغ‌های خوب و مراسم یاد بود. اگه یادتون باشه درست همون سال هم به مناسبت 50مین سال خوانندگیش و تور خداحافظیش هم مراسم با شکوهی برای خودش گرفت که همکاران و دوستانش رو دعوت کرد و توسط شبکه من و تو هم پخش شد. طبیعتاً همین خودش تبلیغ خیلی خوبی برای تور آخر ابی بود. کنسرت ها رسما شروع شد و در کلیپی که تیم ابی برای شروع کنسرت ها در تور خداحافظی آماده کرده بود، این متن دکلمه می شد. رسیده آخرین فرصت دیدار، شب بدرقه ترانه هامه، خدایا گردش چرخ رو نگه دار. بله، خوش آمدید به شب آواز بدرود. کنسرت های ابی با نام های تور خداحافظی صحنه آخر یکی پس از دیگری با موفقیت زیادی طی می شد. میدونید که وقتی یه خواننده تور خداحافظی میذاره، خب طبیعتاً اولویت مردم اینه که به اون کنسرت برن، چون شاید دیگه چنین فرصتی براشون ایجاد نشه. همین هم باعث تقاضای زیاد مردم نسبت به خرید بلیط‌های کنسرت ولو با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه و سایت‌ها میشد. یعنی مردم حاضر بودن با قیمت‌های زیادی بلیط رو بگیرن، اما کنسرت آخر رو از دست ندن. همین تور خداحافظی باعث شد همکاران و خوانندگان دیگه‌ای که در اون سالها کنسرت داشتن درآمدشون تقریباً نصف بشه. خب طبیعتاً در موسیقی ایران
3-4 نفر هستن که بلیط هاشون فروش بالایی داره. گوگوش، ابی، داریوش و معین و خیلی به شرایط محیطی بستگی نداره. اما پس بقیه چی؟ میتونم به جرئت بگم در اون سال مخصوصاً در کنسرت‌های ترکیه درآمد خواننده‌هایی مثل شهرام، شهره، لیلا فروهر به همین دلیل دستخوش تغییرات زیادی شده بود. کنسرت‌های موفق یکی پس از دیگری برگزار میشد تا اینکه برای مخاطب‌ها سوالی پیش اومد. اونم درست 1 سال بعد از شروع تور خداحافظی. خب طبیعتاً برای مردم سوال ایجاد میشد مگه پارسال ابی در فلانجا کنسرت خداحافظی نذاشت که من با کلی زحمت بلیتش رو تهیه کردم، پس چرا الان دوباره تیزر کنسرت پخش میشه؟ تو همین حوالی یعنی سال 2017-2018 ابی یه مصاحبه با بهزاد بلور انجام داد. ابی گفت اشتباه نشه، من درست گفتم خداحافظی از صحنه، اما منظورم خداحافظی از تور بوده، نه اینکه دیگه نذارم، میخوام دیگه تور نذارم، میخوام برسونمش به 2 یا 3 تا کنسرت در سال. اینو همینجا یادتون بمونه چون دوباره بهش برمیگردیم. خلاصه که 2 سال تمام کنسرت های تور خداحافظی ابی برگزار شد و ابی رسما 84 کنسرت موفق با نام خداحافظی گذاشت و گفت خیلی ناراحتم، اما تصمیم دارم زمان بیشتری با خانواده‌ام باشم و خیال ندارم کنسرت های بزرگ و طولانی داشته باشم و درست توانشو ندارم باهاتون خداحافظی کنم و سخته، اما فعلا بدرود. اگه متن پست قبلی ابی رو خونده باشید میبینید که از واژه پروژه استفاده میکنه. در واقع میگه یه پروژه هایی توی فکرم دارم که به زودی بهتون اعلام میکنم. به عنوان یه آدم از همه جا بی خبر در سال 2020 سوالی ایجاد میشه که پروژه چیه؟ پروژه میتونه یه آلبوم توپ با جنتی عطایی و سیاوش قمیشی باشه. پروژه میتونه یه سندیکا برای هنرمندان قدیمی باشه. اما امروز به عنوان یه آدم باخبر در سال 2025 ما میدونیم که پروژه‌ای که ابی بلافاصله بعد از اتمام تور خداحافظی ازش حرف زد چیه؟ بله دوستان عزیزم، پروژه همون مترادف کنسرت خودمونه، منتها خیلی با کلاستر، خیلی خوشگل و جمع جورتر. و پروژه ها استارت خورد. اولیش دلاف پروژکت یا همون پروژه عشق. قدیمی ها بهش میگفتن تور کنسرت. به تاریخ ها نگاه کنید، تو فشرده ترین حالت ممکنه. تازه اینا فقط مربوط به ماه مارچ میشه. در ادامه این کنسرت ها در حالی برگزار شد که ابی گفته بود دیگه تور طولانی و عظیم نمیذاره. ابی عزیز نه فقط در حق خودش جفا کرد، بلکه در حق همکارای دیگرش هم جفا کرد. چون اگه اونها واقعا تصمیم به خداحافظی هم داشته باشن، شاید اونقدر که باید جدی گرفته نشن. از همه شما عزیزان ممنونیم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لطفاً نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد این حرکت‌های اخیر ابی و تیکه‌های گوگوش برامون کامنت کنید. به نظرتون کار این خواننده‌های محبوب درست بوده یا نه؟